سلام دوستان، وقتتون بخیر. با بخش ساعت ها در خدمتتون هستم در ترکیه استانبولی. بریم که بخونیم. خب ساعت ها، اول میخوایم ساعت های تمام رو بگم. به طور مثال ساعت یکه، همینطوری ساده میگیم ساعت بیر، ساعت یکه. خب به طور مثال ساعت 1:15 گذشته. برای گفتن ربع در ساعت ها از تیرک استفاده میکنیم، از تیرک. به طور مثال 1:15 میگم ساعت بیر تیرک، ساعت 1:15. برای گفتن 30 دقیقه از بوتسوک استفاده میکنیم. به طور مثال 1:30 هستش، میگم ساعت بیر بوتسوک. برای گفتن حالا اینکه حالا 1 به طور مثال هر دقیقه که میخوایم بگیم گذشته. برای گفتن گذشته کلا در ساعت ها در ترکی نگاه کن. اول ساعتمو میگم، بعد به ساعتم پسوند را اضافه میکنم، بعدش حالا دقیقه گذشته رو میارم، بعد آخر گتیور میارم. به طور مثال 1:02 گذشته، میگم ساعت بیری، ساعت 1 را 2 گتیور، 2 دقیقه میگذره. حتمی یاد بگیرید. خب شما برام کامنت کنید ساعت 1:05 میگذره.